درود و عرض احترامات هموطنای عزیزم. امیدوارم که یکی شما خوب باشین، صحت باشین و سلامت باشین. راستی در بعضی مسئله ها بگیم که کمی میخواهیم صحبت کنیم. به هر حال تا قدر امکان سهر یک نواری کرده بودم، بسیار یک نواری بگیم درست نبود. کمی در باره یک جمله تاریخ بود صحبت کرده بودم. بازم انسان ها خیلی ناراحتی و غیر چیزها بگیم در همین مسئله باز مجبور شدیم که قسمی دشه نوار کنیم. باز ببینید دوستای عزیز، اگر در یگان چیز گم شوه، یگان اولیک پیدا شوه، اگر یگان چیز پیدا شوه، دزد ناراحت می شود. ریسک میبینی که همون دزد پتر پتر دا میزنه دا و پیدا شدیست از نشت مرا میخوام همین خیلی است. و همون دروغ های همین خیلی هستن. همون آمده بگیم که همون جمع می شود وقتی که یک چیزی آشکار پیدا شدن گرفت، بعد همون دروغ ها بسیار بگیم ناراحت شدن میگیرن، بسیار سخت ناراحت میشون، پتر پتر دا زدن میگیرن. برای مرا اثبات کتابی بگیم تاجیکان بخون میگه، کتابی را بخون، کتابی او را بخون. میخونم البته که یالا میخونم، یگان مشکلی نداره. اما یک چیزی را ببینین که ما در باره عصر 7 8 9 10 11 12 13 صحبت داریم. 13 14 مثال گیریم از عصر از عصر 7 صحبت میکنیم و میام مرا یک گوده میرم که عصر 19 دا بگیم که عصر 19 و 20 بگیم تولد شدگی انسان است. اکو بگیم تقریبا 10 عصر قفا را نوشتگی از 1000 ساله. و هزارها البته کشتی به ها داره، دیگر چیزا داره. و دوستای عزیزم، امروز زمانه به جای آمده است. واقعی اگر بگیریم، یعنی علم ترقی کرده ایستاده است. نه تنها آن تاریخ های بگیم که بافته و ساخته و یا نمیدونم پریدومت کرده، یا انسان هایی که بگیم با فایده با منفیتی خود نوشته ها و غیره چیزها، بلکه بگیم که دین ها زیر خطر مونده. به نهایت بگیم که دین ها زیر خطر رفتن. برای همه بسیار ناراحتی مردم بگیم همون دامله ها و ناراحتی مردم دیندار ها و بعد اینو را نام میزنن که مثال گیریم اتئیست ها هستن و غیره ها هستن. نه، همه این اتئیست نیست. اتئیست بگیم یا میگن که اگر که دین نباشه زندگی مردم یعنی که مضمون پیدا نمیکنه. اتئیسم هست. اتئیست ها اینا معنای زندگی را نمیدونن، زندگی چی است. باور کنیم بسیار کشورهای اروپایی اتئیسم هستن، اما بگیم که بسیار مضمون زندگی خوب هم دارن نظر به دیگر دیندارها. اگر بگیریم مضمون زندگی دارن، برای که اونو دنیا را میشناسن و دنیا را بگیم که پرستش میکنن. دنیا پرست هستن، یعنی دنیا را پرستش میکنن. برای همون خیلی یک مضمون زندگی بگیم خوب دارن نظر به دیندارها. بعد اینو را تهمت به اتئیسم میزنن. خلاص میگن اینا اتئیستان، اینو خلاص بعد میگه که اتئیستا حرامند، فلانند و فستوانند. خلاص چیزی که در کار شوه بعد در بالای همون بگیم
تهمت و بهتان ها میزنه. سبب یک است، یک چیز است. سبب این اتئیسم سببش علم هست. علم میفهمین امیرم؟ وقتی که ما بگیم که علم رشد میکنه، انسان ها میخونن، انسان ها بسواد میشوند، برای انسان ها سوال ها پیدا میشوند. میفهمین امیرم؟ سوال ها پیدا میشوند. مثال نه یک روز یک تشریفته استوده است که ما روزان دارم اینترنت ما برامد میگه که صحابه و پیغمبر ها بگیم که چی نیستن، پوسیدگی نیستن، یعنی چی خیلی هستن و هم خیلی در تای زمین خوب است. این وعده خداوند است که اینو نمیپوسن، یعنی اینو را خاک نمیشن. خب بازی علم پیش رفتگی است، تحقیقات پیش رفتگی است. بگیم البته که بگیم میره میتونن که علمان اثبات کنن این چیزا را و غیره و غیره چیز. و برای همون بگیم که ناراحت شده ایستادن. البته که بگیم 100 سال پیش یا نمیدونم 200 سال پیش هر گپی که یک ملا میگفت و ارزش داشت. مثال هر حدیثی بود و ارزش داشت. مثال گفت که بچه نجات 6 لیتر استیم دچه در گرفتیم. مثال اومد میگه گهی پیغمبر خورد صحابه و گفت کجا بدی؟ گفت نوجه من گه خورده استم، گهی تر خوردم. گفت به 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 به، یعنی باو لیتر گهی تر به 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 به، دیگر تمام تو گشنه نمیشه، یعنی تی عمر سر میگرد. یعنی این چیزا دو داما باور میکردن. حاضر باشه بگیم از علم است، یعنی علم که پیش رفت. ما گفته استودام کن نه تنها این تاریخ های ساخته و بافتایی که نوشتگی هستند، بگیم از این چیزایی که هستند یا نمیدونم دعوا از این یا از آن میلاد کردن، از گینتیک اکسپرتیز یا میلیون چیزایی هست که میتونن ما و شما را بگیرن، همین در 10 سکند بگرورن بگن که نه برادر عزیزم، یعنی همین است. یعنی علم میگن ایران. برای همون علم که بالا رفت، چیزای ساخته، چیزای ودومنی چیزها، چیزایی که اسناد نداره، پایه نداره، چیزایی که ساختگی هستن، یگان با علم دنیاوی او را چین کرده نمیشه. برای همو بگیم که اونو زیر خطر مونده. زیر خطر موندن بگیم همون چیزا هم علم است. این یگان بگیم اتئیسم نیست. این یگان بگیم که اون چیزی نیست که آدم ها پروست نمیخوان خدا را پریزنوات کنن، یا اون چیزی که نمیدونن که نه آدم ها نمیخوان پیغمبر را پریزنوات کنن، اطاعت نمیکنن و غیره و غیره چیزا. البته این همش علم است، تکنیک هست، تکنولوژی هست، بگیم میلیون چیزایی هست که این برای همون بگیم این چیزها زیر خطر میمونه. البته که ما زمانی بگیم که با جون غفور نوشتگی باشه، زمان دیگر نوشتگی باشه، اون چیزها نه اونقدر علم بگیم ترقی داشت، تکنولوژی علمی که ترقی داشت که با جون غفور بگیم که هم مایورا اسناد آورده بگیم که نوشته باشه. البته که اونم ده ها جا نقل ها نوشتگی هستند، ده ها جا بگیم نه تنها کتابی بابا جون بلکه همه کتاب ها. امروز بگیم که مثال دولت های با عقل بگیم خصوصا قزاقستان، ازبکستان دارن تاریخ خود بازسازی میکنن، بازنویسی کرده ایستادن. برای چی؟ برای آنکه حاضر داره بسیار تکنولوژی ها پیش رفتگی هستند. اکثر چیزها را از روی تکنیک و تکنولوژی بگیم انالیز اکسپرتیز یا بگیم گذرانده نوشته ایستادن. مثل همونه که در پاکستان یک کینوی وکروک سویت بود، یک بچه اوکراینی می بود، در پاکستان می رود گویا که یک روبا خواه در جای روبا آدم خواه دمشق خیلی می جمعونه خاطری که آدم ها بیاین که گوتا و یک کدام یک روبای بگیم تنش روبا کلش آدم های بگیم لیش بای آدم ها پول کار کنن و خیلی بگیم که همون فانتازی ها دا آدم ها میتونن که مثال گیریم آدم های بی سواد باور کنن، آدم هایی که بگیم افکارش پست است، خاطری هم پول میتن میاین او را تا که بگیم چیکار کنن ببینن، یعنی تماشا کنن.
барои ҳамо он чизҳое ки имрӯз дигар он суханҳое ки таҳқиқи илмӣ надорад дигар инсонҳо бовар намекунанд. Дигар инсон бовар намекунад. Ира точ ва точ аст, ягон ҷои чӣ нест. Албатта ки туппой шидан дар кор аст ки чизе ки таҳқиқи илмӣ надорад, чизе ки бигем доказат шидаги нест, наука илм қатъӣ ва ӯ да бишинӣ бовар кунӣ. Ира реально туппой одам мекунад. Одами солими кора намекунад. барои ҳамо бигем он чизҳое ки бигем он таърихҳое ки ба мо шумо навишта шуда буданд, ҳамватанои азизам, ино аксараш асос надора, аксараш аз нақлҳо навишта шудагӣ ҳастанд. дуруста баъзе ҳамран ки бо бои худо монвори бигем ягон одама қапида мондагӣ боша, ҳамин ягон сказка, ягон кино дида боша, ҳамун киноро камтар дига хелтар када нақл кадагӣ ки мо итари будему, мо утари будему, мо гаринему, мо зурему, мо ғайрему, мо дигару, мо се, мо чор. аз рӯи ҳамуно навишта шудагӣ ҳастанд. барои ҳамо бояд инсон реалист боша камтарак, на бигем ки хатар боша, балки хатар он чизе аст ки бо дурӯғ зиндагӣ кардан хатар аст. яъне барои ман бигӯянд ки хатар чист, яъне хатар як инсоне ки дурӯғро ошкор мекунад хатар аст, ё ки як инсоне ки бигем ки бо дурӯғ зиндагӣ мекунад, бо фанд зиндагӣ мекунад. мисли ҳамун як оилае ҳаст ки як оилае ки бо дурӯғ зиндагӣ мекунад, медонед, бо фанду фиреб худошуна фанд карда зиндагӣ мекунад. айнан ҳамин аст, айнан ҳамин чиз аст. оқибати ӯ оила ҷазиршавӣ аст. барои чӣ? барои он ки аз ҳамун аввалаш поядориш бигем пояи оиласозиш дурӯғ қатъӣ аст, фанд қатъӣ, фиреб қатъӣ аст. яъне ки айнан бигем ҳамон дигаршам оқибаташ ҷазир мешудагиш ҳамин аст. ва худе ки мо ҳам дорем бо ҳамон таърихи дурӯғи худ, бофтаи худ, ҷои асос дора, ҷои асос надора зиндагӣ мекунем, оқибаташ меояд, мефаҳмед, рӯзеш мешава як таҳқиқ, илм, дигар чизо мебирояд, мемонанд шарманда мешава як тараф. як тарафи дигаре ки агар бигем шармандагиро ба кала нагирӣ, маҷбуре ки шаттокӣ кунӣ, сеюмаш ҷанг кунӣ, қатъӣ бигӯӣ ки ман туро мекушам, ту таърихи маро инкор кардест. не, таърихи туро ӯ инкор намекунад, таърихи туро илм инкор мекунад, таҳқиқотҳо инкор мекунад ки таърихи ту нодуруст аст, таърихи ту дурӯғ аст, туро дурӯғ гуфтагианд, туро фан кардагианд. яъне ин чиза бояд на бо таърихи бо як чизи дурӯғ зиндагӣ кунӣ. медонӣ, мисол гирем як духтаре ки мисол задагиай мерава хича медузона, меояд шу мекуна, яъне ки уже ӯ дурӯғай чикор карду, уже бигем ки ҳамон оилаша фан кард. ӯ то куҷо мерава ӯ оила? то рӯзи фаҳмидане ки пешаю задагӣ буду духтар, фаҳмиде, пешаю мард задагӣ буд. халос мо ҳам намешава ки зиндагимона, ҳаётмона бигем ҳам хел мисли ҳамун духтарое ки хича медузонаву мегзарона, мо худмона будузонем, бигзаронем дар ҳаёт. ин суханҳои ман на барои бигем ки душманӣ барои мардум боша, намедонам баъдӣ бахилӣ барои мардуми Тоҷикистон боша, балки мардум бояд бештар бедор шаванд, мардум бояд бештар бигем ки ба худ биёянд, мардум бештар бигем буомӯзанд таърихи худшона, мардум буомӯзанд тамаддуни худшона. мардум набояд куркурона, намедонам я Иван ё я Петров чизе навиштагӣ боша, тура таъриф карда тай пишти Иван мо итарием, ина мо дорем. не, ту таҳқиқ кардагӣ нести худат чизера. ту ҳар гапе мегӯӣ аз гапи як Иван ё аз гапи як Петров ё намедонам як чизи дига мегӯӣ. аз он ҷумла бобоҷон Ғафурам аксар бигем ҳамун корҳои бигем китобиша бигем аз киё гирифтагӣ аст, аз русо гирифтагӣ ҳастанд, яъне аз ҳамун чизҳои русо гирифтагӣ аст. имрӯз дигар тамоми ҳамун таҳқиқотҳои русҳо бигем ки ҳамун гузарондагӣ ҳастанд, дар аксар кишвар зери савол рафтагӣ аст. яъне дар инҷа чӣ мегӯянд, одамо мегӯянд ки нашида истодааст, русо ридагия намарад, русо ҷазир кардагия намарад, русо дурӯғ зиёд навиштагӣ ҳастанд, туҳмату бохтону. барои ман ина
عادی ترین چیز اگر ما بگم این حاضر در برای تاریخ دوام میکنی برادرم. خب اینا بیا ما بگم 5 تا مینوسی تاریخ تا بگو نمیتونی گفته. تاریخ به مینوس نمیشه. 5 پریداتل تاریخت بگو کیها بودن پریداتلو نمیتونی گفته. برای چی؟ برای اون که یعنی اینمی خودش فکت میشه و اینمی خودش اسناد میشه که هموطنم تاریخ دروغ است. برای چی؟ برای اون که برای تو تنها همون تعریف تفسیه و لولو و کوکو و بوبو و موما و تو زوری بهترینی، تو دنیا را گرفتی، فلان جو را گرفتی، تو قهرمانی، تو دیگر و تو 3 و تو 4 و تو 5 و تو 6. برای تو بیرون از زمین دیگر چیزی نیست هموطن. میفهمی؟ یگان چیز به پیلوس به مینوس نمیشه و اما تو فقط پیلوس شا گرفتگی، مینوس شا نه. صد ساله ها سعودی ها در دولتی بگیم که در کگانت قلعه زندگی کردن. 100 ساله ها، 1 سال 2 سال نه، 100 ساله ها بگیم همون فارس ها سعودی ها، یعنی که فارس میگن اوزی تاجیک، اینو در زیر کگانت قلعه زندگی کردن، در دولت قلعه زندگی کردن. یعنی اون چنانی که ما امروز در تاجیکستان زندگی داریم در دولت تاجیک. میلیون چیزا هست. برای همون این چیزی نیست که تو بخیزی نمیدونم خطا دار بکشی و نمیدونم خطا یک کوشش کنی که تا اپراودات کنی تو بهترین علمی اپراودات که تحقیقات بگذارم بیارتی عالم باشی، یک نمیدونم یا یک تحقیقات کن باشی یا یک انسان هایی که تحقیقات گذراندگی است، نمیدونم صدها هزارها اکسپرتیزی ها گذراندگی هستند، ژنتیک و غیره و غیره ها. تو بیار او را بگو که نه همه انسان ها هستن، این سخن های همه انسان ها در کجاها کردن، چیکارها کردن. ما میتونیم که در اونجا به ملال بگم که ها هموطن عزیزم، من خدا بهترین گپ را گفتی، یعنی بهترین این دلیلی هست، این فکتی هست، ما میتونیم که را قبول کنیم. میفهمی نمیره؟ اون چیزی که عصر 6-7 گذشتگی است، در عصر 6-7 یا 8-9-10 همون عصرها در نوشتگی هستن. اما بابا جان غفاری و دیگر باشه از گوناگون منبع ها جنبست کرده بگیم یک کتاب کرد، کتابی تاجیکان کرد، یک کتاب کرد. میفهمی نمیره؟ البته که مثال گیریم دولت قلعه هم میبود، اگر بگیم که قلعه هم میتری نبودن ولی یک تشگفت است که تو الفاویت داری. بله ما الفاویت دارم. الفاویت ما که امروز نام دادگی هستن رون یا که کگانیکا، میتونی در اینترنت بزنی مثال رونی ترکی، تورецький رونی، رونی ترکی میبروی یگان جایی چی نداره. ما داریم یگان مشکلی نداریم در برای الفاویت. متاسفانه کتاب های ما نابود شدگی هستند. حتی که بگیم اولین با زبان همون ترکی بگیم قرآن پیرواد کردگی این همون در دوره دولت قلعه یعنی قرخانی ها بگیم این چیز شدگی است. الان داره در تاشکند هست همون کتاب، در آثارخانه تاشکند قرار داره. واسه میگن که پر ازبک который یکی کدام ازبک ها میگن. اما او در دوله قرخانی او وقت ازبک نبود. مثلا عصرهای بگیم 9 10 11 12 13 ازبک گفتنی نام نبود، قرخانی ها بودن و قلعه در اصل قرلخانی ها بودن، نه که قرخانی ها گفتگی کارت کرده قرخانی ها. صدها هزارها علمی دارن و اما دور زمانی خودش، اما متاسفانه از بین رفتگی این چیز رو بگیم. اما یک کس از تاریخش گپ زد این معنی را نداره که تو کن تلیج کنی در اونجا بگیم که کن تبداری که بگوی که نه مرا تجاوز کرده است، ای مرا تجاوز کرده است، کسی تو را تجاوز کردنی نیست. اما مثل تو دیگر انسان ها هم حق تاریخ و تمدن خود چه داره. یا ملت بدن ما ملت شدن ما ایمانوی را نداره که تو زیر تجاوز ما قرار بگیری.
هر انسانی که بد است فکری بد داره، هر انسانی که نیک است فکری نیک داره. هموطنی عزیزم، اینجا عیب من نیست و عیب دیگر انسان هم نیست، عیب تو هم نیست. متاسفانه تو پای مونده ایستادی و دیگر انسان ها باشه در علم رشد کرده ایستادن، کوشش کرده ایستادن، گفته ایستادن، خوانده ایستادن. تو در تیک توک و در دیگر جا دنبال یک دختر تماشا داری. اینجا عیب من نیست یا عیب یک دیگر انسان نیست. تو رقص تماشا کن، لایک بذار، خیلی دختر خوب خوب بیتینجی اونجا بدرو. بعد یکی در یگان جای پیش یک نوار برآمده موند، یک انسان از تاریخ گپ زده باشه، بو فکت بزده در اونجا، بو هم چیزی که در عقلی هم به عقلی هست همون رو بنویسش میگه در اونجا. یعنی این اون چیز نداره. برای چی از ملت بدن یک کس شما میترسین؟ و سوال باید در اینجا با میان میاد. چرا از ملت بدن شما ما نمیترسیم، دیگر انسان ها نمیترسن که شما ملت هستین و شما باشه مردنی از ملت بدن دیگر انسان ها میترسین؟ چی است؟ این سبب چی است در اینجا؟ من همین را میخوام فهمم. برای ما هموطنای عزیزم، دوستای عزیزم، رفته بگیم که یک شاید 10 سال 20 سال 30 سال بعد بگیم و تمام این دین هایی که هستن اینو همش میان زیر سوال میان. آدمایی که دیگر میخوانن، جوانایی که با عقل میشون، با سواد میشون، و این انسانو دیگر این چیزا رو باور نمیکنن. و این انسانو چیزایی را میبینن، چیزایی را بگیم تحقیقات میشه و غیره چیزا و باور میکنن. و در اینجا پروست تمام الله ها بینون میمونن، کمتر مجبور میشون که برای راسی هم مردی کاری کنن. خزن رباطه ایست بگم برای که دیگه نچلیدی طرف که زندگیشون خوب شود، نشتیک شود، صدقه بگیرن. اما هر چیزی که ما خفا موندیم امروز زد و خوردهایی بگیم که زیاد میشود. زد و خوردهایی برای چی؟ برای که یک انسانی که با همون فکت علم دلیل خطی میبروید، یک انسانی که توپوی میبروید پروست شنویدگی است. میفهمی نمیره و اسناد میاره، توپوی رو قبول کردن نمیتونه برای که او انسان توپوی است. او انسان توجه را عقلش نمیگیره، او را عقلش در همون جاش قاقشیده موندگی است همونجا. میفهمی نمیره بعد زور میزنه. اما اگر خودی همون توپوی اگر بخونه، تحقیقات کنه، علم داده شوه کو خودی جای همون دبره و برسه کو خودش دیگه باور نمیکنه همون گفتگی چیزوش ده، همون پیشتره زور زدگی چیزوش ده خودش باور نمیکنه. میگه نه نیوژلی. یا که یک انسانی که بگیم یک جوانی که همون مثال ساحه دینی را میگیریم، اگر بیاریش همیشه همون ببینه، تحقیقات کنه، بگذارونه و غیره اکسپرتیز و دیگر همه علم قطعی تحقیقات کنه بیاید اونجا باور نمیکنه خودش. اما هر چیزی در باور میکنی از بس که ندانستنی همون مهارت یا مفکوره یا همون چیزی که همون چیزا تو تحقیقات کنی بگیم همین خیلی است و تو می جنگی. منم یک زمانی مثل شما بودم، یکون کسی یک چی میگو دیوانه تایی جو میدونی، تو میدونی تو دینا چی گفتیستی، تی را چی گفتیستی، تو فلانی را چی گفتیستی، تو این ایشه چی گفتیستی، تو تاریخ ما را چی گفتیستی، تو تمدن ما را. رنگ شما بودم. نه که امروز یک آدم یک چیز بگم او را میرم میکوم اول میاموزم تا جای لازم میشه، از دهم هم با هم میاموزم، بعد از او بگیم که میام بعد میگم که هم راست گفت یا دروغ گفت. اگر حقیقت داشته باشه تمام کنم میجه که میرم دیگه طرف های پای زندگی. اما مثل بعضی توپویا نیست که میگیم همون یک نمیدونم خونده باشی کتابی تاجیکان بابا جون و دیگر او تمام همون بابا جون دیگر همون کتابی تاجیکان دیگر تمام اساسی همون دیگر چوت که همون تاریخ باشه. نه این چیز نادرست است خلاص. و همون زمان های هم نوشتگیش
این همش اساس شدن نمیتونه و بعد اینم اومدگی چیزایی همش اساس شدن نمیتونه. یعنی هر وقت که علم یک قدم پیش میروه، یعنی یک قدم قفا تحقیقات شدگی چیزها جایهایش زیر سوال میروه. میفهمی نمیره؟ شاید 50 سال بعد امروزه تحقیقات ها، امروزه گنتیکی اکسپرتیزی ها و غیره و غیره و غیره ها شاید 50 سال یا 100 سال بعد عموما زیر سوال بروه، عموما زیر سوال میروه. یعنی این معنای او را نداره که علم مرد تمام نمیجا ما باید نمیجا را بقپیم بشینیم. نه، علم میروه پیش. برای همون وقتی که علمی نو کشف میشوه و این علمی کهنه اکثر جاهاش دیگر زیر سوال میروه، نه همش، اکثر بعضی جاهاش هست که زیر سوال میروه. تمام او را از نو بگیم کار کرده در کار است، از نو. میفهمی نمیره؟ این یگان بگیم دشمنی و بعدی و بخیلی نیست. پلس من گفتگیم سببم این چیزا را، این تیما را خیزوندگی سببم که برای چی میگن، بعضی ها میگن چی به تیمی نمی تیما را میخیزونیم. ما میخوام که کم ترک مردم ما تاجیکستانی ما یا دیگر انسان ها یک کمی اچو خود سکنین. چه موضوعی که تیک توک دا میرین کون تماشا میکنین، نمیدونم سینه تماشا میکنین، از او دا وقتاتون سر یگان علم دا بگذارونین. نه اونه که بدروی همو عقل توپایی تما دا بنویسی در جاو باید برای با دلش کون تماشا کنی در تیک توک. نه، تو اوجه کونی اگر برای وقت تا در گفته ما صرف نکردی. مثال گیریم اگر بحث کردن در این مسئله خواستی، من گفتم که 10 تا بیا فیسبوک بیار نام راهنما تا میاری، ولی باید هست که تو زبان تاجیکی را تو چی میگوی؟ نماز با زبان تاجیکی خونده میشه و نه برادری عزیزم، نماز با زبان تاجیکی خونده نمیشه و این چیزا اصلا دروغ نگو. این چیزی بود که وقتی که آوردن نمازه، من اساس دلیل ندارم، اما تنها همون چیزی بود که فورس که بگیم همون زمان بود، فقط نیت شا میکنن. نیت کردن بگذارم. مثال گیریم 4 رکعت فرض نمازی بگیم یا 2 رکعت فرض نمازی شام یا 2 رکعت سنتی نمازی بامداد. این چیزی است که همون این نیت است. دوام شد تا عربی میخونی، این نیت کردن است. من میتونم میره قلقی نیت کنم. نیت کردن من نمیدونم نه که چی با که این دیگر که اولین شدت بگیم فورس ها در اسلام داخل شدن، اینا که مثال گیریم بیشتر بیناشون وزم و تجارت و غیره چیزهای ترک زبان ها بود. بعد این همون نیت همون خیلی در آمد نباشه. من میتونم آزاد و بگیم قلقیم نیت کنم. این نیت یگان جای چی نداره. من میتونم عربی نیت کنم، میرم من قلقی نیت میکنم. نیت قلم و قیمه کی رکت فرض نمازونه بامداده فرض نمازونه. این یگان چی نداره. این نیت چی گفته تمام. تو نماز با تاجیکی میخونی، از که جو گرفتی من نماز با تاجیکی میخونم؟ من دوامش عربی میخونم. که یه سوره را تو با تاجیکی بخون در نماز، نمی الحمد با تاجیکی بخون. عادی ترین می الحمد با تاجیکی بخون. میتونی؟ نه، این دروغ است. این چیزایی است که من گفته ایستادم دوستای عزیزم، شما را بعضی شکر قطعی میکشتگی انسان ها شما را تلقت میکنه با دروغ، با فند فریب. من میدونم میرن اما عبدالله راگم زده گفت که ما دنیا را نماز یاد دادیم، اون طرزی که ما اختراع کردیم دنیا هم خیلی نماز خونده ایستاده است. روش اسیا میکنه. بیار پیش ما اثباتش کنم. چی پیغمبر نماز اختراع نکرد؟ پس چی به تو را پیغمبر میگوی؟ چی به تو را پیروی میکنی؟ نماز فرض خدا به تو را اختراع کردی چه خیلی خوندن شه؟ تخت از خدا بالا گرفته ایستادی. یک دلبایابیت هوشیاری دیوانه پروست واکو سخنم خیلی تاو داده گفتن شه میتونه شما را فن کنن، گوشتون ده شیرین بگن. شما را سخن شیرین
مثل همونه که در یک داخل لیس میریم، مثال گیریم ما یک لیس میریم، یک جنگل میریم، همه کسا یک 20 نفر و ما برای شما میگم که برادرای عزیز در این جنگل یک جوک جاندار خیلی حیوان چی نیست. این جنگل بسیار جنگل تازه شدگی آرام است، اخرانیت میشه و همه طرفش آرام است. بعض پلاتکا تبز خور رفتن میگی تو آرام خواب میرای در اونجا. میدونی برای چی؟ برای ما پسیخیکی ترا فاند کرده بگیم نستروید کرده. یکی او جنگل پر بگیم که دیو چی خیرس شکل و غیره ها داره. میفهمی میره شو این نمیقه چیز است. یعنی شما را چی میکنه عبدالله راگم زده؟ شما را چیکار میکنه؟ شما را آرام میکنه، فهم میکنه. ای اما سودت اینجا ما دنیا را درس دادگی هستیم، ما دنیا را ای کار کردگی هستیم، ما ابو حنیفه ای کار کردگی است. ابو حنیفه را بگو تو تاجیک بدی میگه که نه، حاجی بخیزون بیار میگه تاجیک نمیشناسه ابو حنیفه و فارس هم میشناسه. فهمی نمیره. یا که دیگر انسان را یا خوارزمی را بیار بگو خوارزمی را بگو تاجیک هم میدونی میگه تاجیک چی است؟ من فارس هم میدونم. همه چیز است. دیگه که دیگر انسان را بیار بگو تو ازبک هم میدونی میگه ازبک چی است؟ مثال گیریم ما میگه نایمان هم میدونم، خلق هم میدونم، ما فلانیش هم میدونم، دیگریش هم میدونم، ما ازبک نمیشناسم. میگه امروز میگه من نمیشناسمش اگر هم بخیزانی بیاری. یکی روزش میشه که این چیزای اسکوستوینی همون اینتلیکتو با درجه پیش رفته استوده است که از گنتیکای او بگیم که اسکوستوینی انسان ساخته، فکرهای او را بگیم که چیکار میکنن، چیکار کرده بود او را است کار میکنن. اما امروزه چیزا او روزا میرون زیر سوال میرون. میفهمین؟ برای همون دوستای عزیزم یعنی گفتنی من برای شما چی است؟ در کتاب بالای کتاب بابا جان غفار و تاجیکان خواه نرینه و بگیم حکومت باید مبلغ جدا کنه و تشکیل کرده شود، اکسپرت ها بگیم تاریخ دان ها دیگر انسان ها سر کنن آموختنی بگیم از خیتای، از نمیدونم عرب، از اجنب، از هندو، از دیگر کشورها بگیم، چی از ترک، چی از روس ها بگیم، چی از اروپایی ها که بسیار تاریخ های چی تاجیک باشه چی خلق باشه است ناموی تاریخ ها در یا هستن بیشتر. یعنی که یا بیشتر تاریخ کردگی هستن و کونه خیزاندن در کار یا برو ای بلوی کرسلو ای کیسه کمتر مبلغ رسخود کردن در کار است، جمع کردن در کار کمان داره و در بلوی کار کردن در کار است. باز بگیم که باز شاید که از کتاب تاجیکانی باباجان دا دیده بازم قویتر و بگیم که با اساس های این زمانه قطعی استاندارد های زمانه قطعی حساب کتاب کرده باز بیشتر چیزا شاید از او کتاب دا بازم بگیم که تاریخ بالاتر شاید نوشته شود. میفهمین؟ اما اکثر جو فند فریبو گرفتگی است. فردا خطا شرمنده میشین پیش یک کسی دیگه ده. میفهمین نمیره؟ فردا و علیکم سلام فردا خودتون شرمنده میشین در یک جا. یعنی تکیه کده در یک جا نشینین. من برای همین تیمه را بیشتر کم کم میخیزانم که همین مردم رو یک بخیزن. بعد از خیزاندن همین تیمه یک چند ماهی است میبینه که در اینترنت و تاریخ ها برآمده است و سوژه صورت ها هیچ وقت بیشتر با تعریف تفسیرش داده نشین اگر گپ ما را بگیره. از همه چیش اول مینوس شا بکنین که مینوس چی بود. میفهمین؟ کمبودی شا بکنین فقط تعریف شنه. ببینین ما چوب کردگی هستم در فیسبوکم استانه کگن استانه تاریخ قلقو را یک تا اگر پلیز چی چوب کرده باشم دو تا سه تا دیگه برش ده همون یعنی неправильно نادرست کمبودی های بگیم که همون دولتی خلق را چوب کردگی هستم یعنی میپرتم. البته ما میتونم که فقط سوزوش بگیرم مونمو که جایش که خطا کردگی هستم او را پرتو لیکن من همون بیشتر همون کمبودی هاشا چوب میکنم.
این معنی را نداره که دولت کلان کم بوده. البته که مردم باید پسیخیکی هوا بلند نشوند نروند. او ما دنیا را کنترل کردیم هوا بلند نشوند. بیشتر بلندی بعد رفتی کو یکی سخت میغلطی. برای همون مردم باید اول مینوساش دومخته شوند. و من یگان بار ندیدم که خیلی مردم تاجیکستان یا نمیدونم دیگر انسان ها از تاریخ های خود چون مینوس برآورده باشن که ما این اینجا در اشتباه داشتیم، اشتباه این خیلی بود، این اینجا بای دادیم، این اینجا این خیلی کردیم، این اینجا گرفتیم، این اینجا پریداتلی کردیم. این تاریخ به این چیزا نمیشه. به بای دادن، به گرفتن، به پریداتلی، به این چیزا تاریخ نمیشه. میفهمی نمیره. یعنی باید همه ایرا توچ به توچ بنه. روز اینمی 30 ساله تاریخ تاجیکستان بنویسیم. 30 ساله بعدی بگیم که بعدی نبودن ما و شما اینمی 30 ساله تاریخ ما زنده ایم امروز رازبرات کردن نتونستیم. ولی بعدی ما می اومدگی چخیل رازبرات کنه که کی خوینی ملت بود، کی دوستی ملت بود. اینمی کشایی که است. یعنی امام علی میگه که اپوزیسیون هر انسانی که بگیم ناراضی از سیاست امام علی است خائن است. اما هر انسانی که از سیاست امام علی ناراضی است میگه حکومت خائن است. میفهمین؟ یعنی این تاریخ هم از نوریمن نوشته رفته ایستاده است. کی چیکار کرد، کی پول گرفت، کی کجا رفت، کی ایرانی دا کار میکرد، کی عربی دا کار میکنه، کی فلانی دا، کی پاکستان دا کار میکنه، کی دیگه جا دا کار میکنه، کی از کجا پول میگیره، امام علی برای چی چند قوطن فروخت، کیو را فروخت، همه اینو نوشته شده ایستاده. میدونیم بعد یمی بگیم 100 سال بعد این تاریخ رازبرات کردن یعنی بسیار قین میشه. برای که هر که حقیقتی خودش نوشتگی است. برای تاریخ هزار ساله های دیگر با مثل ما و شما وری که هزار ساله ها و 10,000 ساله ها از تاریخ سامانی بگیم امو هزار ساله ها میشه که شپیده استیم خدمونه را یک تمام خدمونه فقط بدن امو انسان ها جای خوب شا میگیره. فقط جای خوب شا میگیره. اگر از نگاه ما بگیریم که مثال بیشتر اپوزیسیا خائن میشوه یا که بیشتر حکومت خائن میشوه بگو من ایرا جواب شد دارم. بیشتر اپوزیسیا خائن میشوه. یعنی در تاریخ برای چی؟ برای اینکه علم رفته کمی بالا میروه، علم بالا میروه، تحقیقات میروه، خواهشات اپوزیسیا، خواهشات حکومت، کارهای حکومت، پستوکهاش نمیدونم پستوکهایی بگیم در جبو وزن دینی و نادینی بسیار میگیره. میفهمی نمیره گوناگون خصلت ها میگیره. یعنی 100% بگیم که وزن حکومت دا میمونه. وزن عاقبت تاریخ در حکومت میمونه. سامانی هم در زمان خودش تمام مخالفای خودش کشتگی است. در جای قید شدگی است که همین کار شدگی است. یا که بگیم که پراویتیلای ما قلقا لوبای مقابل خچه کشتگی است. بچه امکی خچه کشتگی است برای که برای تران دا نیاید گفته. یا که ایشی شکشتگی است، دیگری شکشتگی است. جای دا میاید که بگیم که همون اپوزیسیا بود امیده تغییرات میخواست اما دمی خوب بود پراف هست میپراف هست. ما اصلا اپوزیسیا مردم در کنج یک تاریخ از همه همین انسانو یک آدم دو آدم یا 3 آدم نوشته میشه. ماکسیمال 10 تا آدم نوشته میشه و همو هم بگیم که ای 10 آدم هم بگیم همو 5 تاش بگیم کانکریت نگاتیو نوشته میشه، 5 تا دیگهش 3 تاش بگیم سردنی نزدیک تا دیگهش تا کم تا پوزیتیو نوشته میشه و خلاص. یعنی این چیزا رو باید شما درست درک کنیم. نمیشه دیگه کنیلیش کنیم بدویم سو نمیدونم حاضر اپوزیسیا بعضی شما دو برای اپوزیسیا کی دا حاضر بگیم قدر داره جبر دیده دا قدر داره. ادوکات کی دا لازم است جبر دیده دا لازم است. میفهمی نمیره. من شوام عینا این مسئله دقت یک برادر همون اپوزیسیونر عینا این مسئله دا من گفتمش که حاضر ولی هیچی است ولی گل است گل این گل خزان شوی داره
ولی شیرینیش است، ولی تلخی داره از قفاش. یعنی اپوزیسیا بدن این کاری آسان نیست که برو مادی تا گپ زدی او مردم تمام دیگه سلامتیت خوب است تمام برا دیگه جواب بخیر نیتری نیست. حالی همه اینو سوالش جوابش این از قفا است. میفهمی نمیره این کاری نیست که ما کرده ایستاده موضوع رو تمام ما فقط این ممایل مخالفت کردیم یا نه آینده ما باید برای هر یک کارمون باید با سوال جواب بدیم. زنده میموندگی انسانو هر یک کارش در سوال جواب میده. دنیا به دروازه نیست دیگه هر چی که خواهی زده رفتن میگیری. البته اپوزیسیا بیشترین قهرمانی بگیم مهاجر است، قهرمان جبر دیده است، اذیت دیده است، قهرمان زندانی است. اپوزیسیا همی است. اپوزیسیا پشتی همی را میگیره. اما اپوزیسیا بگیم باید موژیک باید باشه. نمی دستاینا نی دستاینا هر یک وزن خودش داره. مثل انمیو همشون در تاریخ ثبت میشه که وزن میته تا کجا بود در سیاست و تا کجا تا حق بدی تا کجا ناحق بدی تا کجا نمیدونم دین منفیت ده استفاده بردی. مثال گیریم دولت قراخانی تشکیل شدند منفیت دین استفاده بردن. مثال خب دولت مسلمانی در قراخانی و دولت مسلمانی است نه که فردا اگر باز بگیم برقرار شود عبرت دینی تنگریانی برقرار شود قراخانی ها بگیم همون شاه قراخانی پریداتل میبروید. برای چی؟ برای اون که دولت اسلامی کرد دینش فروخت. این از یک طرف پریداتل است نه که از طرف دیگر یعنی برای امین داشتن و ساختن دولت این چیز مهم بود به این چیز مشکل بود ده تایگروگ بود یکی خطای دیگر نامی اسلام یعنی ویبرات میکردی در آسیای میانه یا با بدنت امروز روسیه یا خطای یعنی امروز سیاستمدارای آسیای میانه بگیم که باید اپردیلیت کنن همون وزماشونه خطای دمی قواز مونن چون روسیه دمی قواز مونن یعنی ده تا انسان ولیانی داره خواهی نخواهی بگیم قطعی اینو همکاری میکنن و بگیم که او زمان هم خیلی بود فقط دو جوی بر یا تبدی یا قطعی یا منی یا دشمنی منی. اما این چیزو را همه را است رفته تاریخ باید اپراودات کنه است رفته بگیم میره می آموزی بگیم هر یک تاش. اما همون یک نقل عایشه بیبی که بگیم از همون دولت بگیم همون دولت دوره قلقا از دولت قراخانی ها موندگی است. اما دا گروغلی است میدونی نه غرغولی میگن که میخونن قراخان گفتن میخونن میدونی نه مرا غرغولی گوش کدگی نمو میخونن که مسافدو گفتن میخونن که قراخان آمد تاجیکیش ده او اصل بگیم که چیزی همون غرولی همون چی است یک قصه بگیم یک همون چیزی غزل قلقی است در اصل اونو گر اغل میگن و در اسلام بگیم که یعنی گور قبرستانی چیزا بگیم کلا از امروزه ای که ما هم داریم این همون کارهایی که میکنیم این اصلا بگیم همون در زمانی همون نبودن اسلام همون قبرها در سنگ موندن نامشونه نوشتن این چیزا بگیم در تنگریه بود. هک وقتا صورت کشیده نمیتونستن یکی صورت های کجله کشیده میمون یعنی ایز در تنگریه بود. فکر کنیم که در زرستیزم هم این چیز بود گفتم کن یعنی چیز درست باموزیم. این چیزی که نیست که من خطی شما بخیزم در این مسئله من اومدم که من اپراودات کنم بحث کنم و من در خزات کنم که ما از تو بالا هستم. نه نوش جانو شاید تو از ما بالا هستی دیگر از ما همت بالا هستی. اما در اینجا من حق خودم طلب میکنم که همچون خلق بگیم همچون خلق ما دولت داشتیم ما ملتیم در پاسپورت ما ملت ما نوشته شود خلق ایره ما طلب میکنم از دولت. یکی از همون در همین سیاست که ما هستم اولین روزی که من در سیاست گپ زدگی هستم گفتم من خلقم
من قطعتون هستم با اون شرطی که آینده در پاسپورت های قلق ملت چه قلق بنویسین. من نمی چیزا با بسم الله میگم هر انسانی که در همون سیاست هست در وقت زیلو بود ببروین این همین چیزا بگن که تو نگفته ای. من اولین سخن ما از همین سرکردگی هستم. میفهمی نمیره؟ یعنی که باید این چیز توست جای خچه بگیره. ملت می اعتراف شود. ملت شما اعتراف است، ملت دیگر اعتراف است. دیگر ملت ها را اعتراف کنه. دیگر انسان هم باید اعتراف داشته باشه در دولت. اون روز هم درباره جغرافیا گپ زدم که یعنی تاجیکستان گفتنی چیز یک جغرافیا است. داخلش چندین جغرافیا تقسیم می شود. جغرافیای منطقوی، نمیدونم جغرافیای زبانی، عقیدوی و غیر و لهجوی، همه این چیزو تقسیم می شود. هممون باید به یکدیگر گفتم که احترام و اعتراف باید بگذاریم. اگر که نگذاشتیم نام چور دالبایوبی که برآمد بگیم که نام ادرویان نمیدونم اونجا قرات به قرات می نویسن، اونو یک بی‌سوادترین انسان هستند، غیرت ندارن. ولی که شموس بیستین نام عبدالله راه گم زده تا بگی بیو، ما نام عبدالله راه گم زده تا من نشان میتونم که علم چی است، تحقیقات چی است. او فلسفه گپ خوندگی هستن. شما یک چیز خوب درک کنین. خیلی داملایی که مثال در مسجد ها میشینن اینا فلسفه میخونن. این فلسفه هست. علمی فلسفه، گپ زدن، زور گپ زدن، آوردن سخن، یعنی این چیز در صنعت هم از فلسفه درک داده میشه. یعنی خصوصا برنده ها را ببینین فلسفه است. گپ زنی، چخیل گپ زدن در کور است، چخیل گپش شروع کردن در کور است، چخیل در مغز سری مردم در اومدن در کور است. این عبدالله راگم زده یگان عالم نیست. این یک دالبای باید فلسفه خوندگی است. این یگان عالم دیگر نیست. همین 4 تا از دین معلومات داره، 4 تا دیگه از دیگر جا معلومات داره. اما این علمی فلسفه خوندگی است. گپ زدن. میدونین؟ این همین عادی ترین چیزه میتونه که از او یک بگیم که یک فاجعه بسازه یا که از او یک قهرمانی بسازه. این مهارت فلسفوی است. عادی ترین چیز است. اما عبدالله راگم زده را ببینید، یا که بگیم اونها یک تا دیگه هست و چیه اینا او روز پول طلبیده گشته بود تاریخمون حمایه میکنیم گفته بگیم نمو را گپ زای او فلسفه خوندگی هستن. گپ پروست گپ تا داده میتونن. میدونید همون گپ زدن این همین دوملو همشون فلسفه میخونن، فلسفه گپ میخونن، بعد از اون دین میخونن، بعد دین فلسفه. هر یک انسانوی دین دانو است کو نکی گپ زدن نمیتونن. او فقط بگیم همون قرآن خوندگی هستن. نکی او انسانوی که شما میبینین گپ میزنن کو در مسجد و در دیگر جای حاجی میرزا و دیگر که زور گپ میزنن کو همون در کار شو گریه میکنه، هر کارا میکنه. این اکتیوریسم است. یعنی که در خود صنعت، در اکتیوری، در رژیسوری، در بگیم برندگی و غیره ایجاد فقط بیشتر درسای فلسفه است. یعنی سخن، گفتار، میمیکا، بگیم اشاره، همین چیزا این یه فلسفه است. یه عبدالله راگم زده یه فلسفه خوندگی است. یگان عالم نیست. یعنی که با او چی با عنوان چی خلقی، فخری و خلقی. یعنی این فخری گفتنی چی است؟ عنوان فخری را مرا میتونم بگیرم، تا میتونی بگیری. برای عنوانایی که بگیم فخری میگیرن برای او یگان اکسفورد اونیورسیتت یگان چی خلاص کردن یا نمیدونم کارهای علمی نوشتن مهم نیست. دکتر علمای فخری خلاص عنوانای او چیزاشون فخری است. اونا را بگیم یگان جلسه سریوز نه، مثلا من علما دا من کتاب مثال گیریم من اوچانیو دا او تکلیف نمیشون، او قدر ندارن در اونجا. یعنی که او سریوز نیست. میدونی نمیدونی او پروست یک فخری است. او عنوانایی که بگیم دکتر علمای فخری عنوان داره. همو ما فکر کنیم هم خیلی عنوانش هسته دکتر علمای فخری است. او را تا میتونی بگیری.
او هم تا میتونی که یک چند خدمت نشون بدی به دولت به حکومت، نمیدونم یک چند کتاب را بگیری ورق بزنی بخونی، یک چی پریدومت کنی، یک چی گپ زنی در حکومت خطا شیرین کنی، یک کنتایس سو بجنبونی، میشه بگیم که همون فخری یا نمیدونم ارتیست خلقی فخری ارتیست. این فخری است، این عنوان закреплен نیست که تو عالمی همی سوها هستی، عالم نیستی، همون انسان عالم نیست، یک فلسفه خوندگی است خلاص، یک عنوان فخری داره، او را تو میتونی بگیری و بیشمینو میگو میتونی میگیری، هیچ جا نخون برای او بگیم دیسرتاسیا نوشتن در کار نیست، نمی نویسی برای گرفتن علم فخری دیسرتاسیا نمی نویسی، نمی یک کمتر کار که کمتر حرکت که کمتر همون علم خطر روش بته در تاجیکستان برای یک معلم شده، یک جا نمیدونم یک درس بته، یک یونیورسیته ده، یک کمتر بگیم یگون چی یک خطر بجنبون برای اوکسفورد نخون گفتستم که برای دیسرتاسیا ننویس، میتوند برای تو دکتری علموی فخری، او فخری است، او یگون بگیم که کنکریتی تو دکتری علمی تمام تو فلان علم هستی نیست، دکتر علمی فلسفه اونم یک بگیم دکتری فخری، دکتر علمی فلسفه اونم دکتر علمی فلسفه فخری هستن، یا کنکریتی اوچونی یا کنکریتی عالم کنکریتی یا نیستن، یا همشون فخری هستن. ولی ما برای شما از اینترنت با همون عنوانی که بگیم همون فخری را من منوش هم میگیرم در فیسبوک میمونم، همون پول پریوات کردم میگیرم، شما بکوبین این چیزا را بیاوین از اینترنت، از دیگه عالم پیش رفته است. دکتر علم میگیم که فلسفه فخری میگن، این دکتر علمی فلسفه داخل نمیشه باید، یعنی که عنوانش فخری است. درست در قند تبزه برای چیکار میگه که در پیچی هم میزنه، این نمیگه پس خلاص کنکریت نه کجون تو نیست، قند تبزه برای چیکار گفتم میمون، این هم قدر است، فرقش هم خیلی است. برای همون اینو در یکون کنکریتی جایهای علمی، جایهای بگیم بحث، جای چیزهای بگیم جهانی در بگیم که عالمات و دکترها جمع میشوند، اینو در اونجا جمع نمیشوند، اینو رو در اونجا راه نمیتن، برای فکر نظری یعنی که علمی او تو درجه او نیست، پایان است. برای همون عبدالله راگونزاده یک بگیم فلسفیست است، یک سوفیلیار است کراچی، و همون دروغ میگه ما ایرا کردیم. ببینین یک عادی ترین گپا چی شما در پریپاد نسید میکنم، فلان انسان آن انسان شما ما دنیا را نماز یاد دادیم، ما نوشتیم نماز میگه، ولی چی نگوی اگر میگه که پیغمبر ما یاد دادیم نماز، یعنی این انسان است که شما را درگ میکنن، این فوفلیار است، فلسفیار است، این عالم نیست، این را عالم نگیم. من میتونم لبای سوهایی بگیم که تمایی که انتخاب کنه، من 10 روز از اینترنت از همون علم معلومات میگیرم، میام خطیش میشینم که صحبت میکنم، میام خطیش فکت است مدام میارم که یا فلسفیار است یا سوفلازین است، همون که گفت که کلیچکشون چی سوفلازین گفتم تری است یا فلسفنیک است، این یکون چیز دیگر نیست. این هم حاجی میرزا هم یا فلسفنیک است یا فلسفیار است، دوست گپ میزنه، زور گپ میزنه، همه لبوی چرا تو دودا میتونه، شیره دختر میتونه، این همین ارتیسه ببینین یک شعر میگیره سرود آهنگ میبنده در اون، این فلسفیار هستن، میفهمی نمیده فلسفه خلاص، یکان چیز زیادی نیست که او آنم شما این همین فلسفیارو را عالم خیال میکنیم، میگه عالم ای میدونی چی خیلی گپای زور گپ میزنه، پروست او گوشت ده میتونم گپ رسونده. سلامت باشین، پدرود تو بدرودهای دیگر، امیدوارم که ای دفعه فهمیدین، اگر که ای دفعه نفهمیده باشین که значит نیخری نمیفهمین دیگه.